دوستم پریسا 100 میلیون برای عمل زیبایی صورتش خرج کرد. اون توی راه خونه از یه مرد پرسید ببخشید به نظرتون بهم میخوره چند سالم باشه؟ مرد گفت حدود 35 سال. پریسا احساس خیلی خوبی بهش دست داد و به مرد گفت در واقع من 49 سالمه. بعد پریسا برای ناهار خوردن به رستوران رفت و از صندوقدار رستوران همون سوالو پرسید. صندوقدار جواب داد بهت میخوره حدود 28 سال سن داشته باشی. پریسا احساس فوق‌العاده‌ای پیدا کرد و با لبخند به صندوقدار گفت در واقع من 49 سالمه. بعد از نهار پریسا به پارک رفت و یه پیرمرد رو دید که تنها روی نیمکت نشسته و همون سوالو ازش پرسید. پیرمرد جواب داد من 82 سالمه و چشمام خوب نمیبینن، اما اگه برای 5 دقیقه ببوسمت میتونم سن دقیق تو بگم. هیچکس اون اطراف نبود، پس پریسا به پیرمرد اجازه داد ببوستش. بعد از 5 دقیقه پیرمرد به پریسا گفت تو 49 سالته. پریسا گفت تو یه نابغه‌ای، چجوری فهمیدی؟ پیرمرد گفت خب من توی صف رستوران پشت سر ایستاده بودم.